امروزها معلوم می‌گردد که در شهر و دهات شهر ترسونزاده مخلصان و هواداران فوتبال عمومی خیلی زیاد میباشد. از همین سبب بین جوانان شهر ترسونزاده در یک جشن و مراسم‌های ملی کشور مسابقه‌های عمومی گزارده می‌شود. با استقبال 25 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان و جشن نوروز بین‌المللی از طرف شعبه کار با جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده طول چند روز می‌شود که در تمام جامعات و دهات شهر ترسونزاده فوتبال عمومی گزارده می‌شود. هواداران فوتبال این نوبت در جامعات دهات نوآباد دیدار انجام دادند. بسیار عجیب بود گذشت. هر روز در دهات ما زیاده از 5 تا 7 هزار نفر تماشابین گرد آمده رفتی بازی 24 کمانده رو تماشا میکنه از تمام ناحیه جمع کرده شده بود. من این روز ما جمع بست کردیم جوانان رو ما با همین واسطه با کارهای تربیه حربی و وطن دوستی حس ملی هویت ملی آنها رو بیدار کردن سفربر کردیم. بازی یک نمود دیوای گذاشت که بچگان دهات ما با جماعت‌های تمام ناحیه ترسونزاده رابطه دوستی پیدا کردن، شناسایی، آشنایی. مقصد از تشکیل چنین چهاربینی ورزشی فوتبال در بین جوانان این تربیت آنها در روحیه وطن پرستی، وطن دوستی، صداقت با وطن، تطبیق رشد فوتبال، مستحکم نمودن دوستی بین جوانان دهات، بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشکاران تاجیک، ترغیب طرز حیات سالم و جلب بیشتری نوسان جوانان به ورزش میباشد. مقصد ما از جوانان را به سپورت جلب کردن، ایروی بد گشتن، ای بیکارگردی، یعنی مینداری خود را با کمیته جوانان سیاحی ورزش بیان میکنیم که دستگیری کردن، دسته‌ها جای نمونه رو اشغال کردن. همچنین بخشیده به جشن‌های ملی کشور مسابقه شهری عاید به تایکواندو وتف در بین جوانپسران و جوان‌دختران شهر ترسونزاده گزارده شد. از روی برنامه مسابقه مذکور جوان‌دختران و جوانپسران سال تولدشان 1998 تا 2010 در وزن‌های از 18 تا 65 کیلوگرم بین هم قوازمایی نمودند. مقصد تشکیل مسابقه شهری عاید به تایکواندو وتف این ترغیب تایکواندو وتف در بین کودکان، نورسان، جوانپسران و جوان‌دختران شهر، ترغیب طرز حیات سالم و جلب بیشتری جوانپسران و جوان‌دختران به ورزش، مایه نمودن عضو دسته منتخب کودکان، نورسان، جوان‌دختران و جوانپسران شهر ترسونزاده برای اشتراک نمودن در مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی میباشد. این چهاربینی با جوانان و نورسان را با روحیه وطن دوستی و طرز حیات سالم هدایت می‌نماید و ما در چنین تالار ورزشی با حشمت و مؤسسه تحصیلات بیانه عمومی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم معلم رحمان به ما تقدیم نمودند به حد منتداریم و تنها وعده می‌دهیم که فرزندان خویش را با روحیه وطن دوستی و در راه درست تربیت می‌نماییم. در همه مسابقه‌هایی که بخشیده به جشن‌های ملی کشور تشکیل کرده شده است، ورزشکارانی که جای‌های یکم، دوم، سوم اشغال نمودند، افتخارنامه، دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانده شد.